در زیر پاست های شبکه های اجتماعی لایک مانده پشت پنجره زندان شده ها طبق قانون نو عفو آزاد بشوند. بنا به شرح وکیل پارلمان تاجیکستان بختاور سفاروف، دست کم 500 نفر که گویا گمراه شده زیر موادهای ناپسند حکومت لایک گذاشته‌اند عفو خواهند شد. پارلمان تاجیکستان در جلسه امروزش 25 اکتبر لایحه قانون عفو را بعد از بحث و بررسی یکدلانه قبول کرد. لایحه قانون عفو که روز 16 اکتبر از سوی پرزیدنت امامعلی رحمان به پارلمان پیشنهاد شده بود، در پارلمان از سوی دادستان کل یوسف رحمان معرفی شد. گفته می شود افرادی که با لایکیدن متهم شده اند بر اساس ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کادکس جنایتی، یعنی اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی که نسبت آنها از جانب دادگاه قرار صادر شده است و این چنین مساعدت کردن به فعالیت احزاب سیاسی با استفاده از واسطه‌های اخبار عامه، شبکه‌های اینترنت و غیره روانه زندان شده اند. این ماده کادکس جنایتی تاجیکستان از 5 تا 8 سال جزا را پیش بینی می‌کند. یک لایک، کلاس و یا در اشتراک گذاشتن مطلب مربوط به این ماده ها کافی است که کاربر اینترنت جنایتکار اعلان شود. حامیان حقوق میگویند میباید در قانونهای کیفری کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد گومانیسم اساس و پرینسیپی اساسی محسوب یابد، اما در قانونهای سالهای اخیر به تصویب رسیده تاجیکستان بیشتر سختگیری به نظر میرسد و با سوء استفاده از این بسیاری از جوانان تنها به خاطر پخش تگمه لایک و یا کلاس در شبکه‌های اجتماعی به افراطگرایی و یا جانبداری از آن گناهکار و زندانی شده اند. مگر برای مقامات راه‌های نسبتاً گومانیستی و آموزشی برای بازداشت جوانان از گرویش به تندگرایی بجز حبس وجود ندارد؟ خیلی دو جهتی مسئله رو گفتن ممکن است. اول اینکه در پارلمان وکیلان آزاد اندیش نیستند و سطح دانش و حقوقشان نیز خیلی نامکمل، بنابراین از گفتن عقیده، اندیشه و پیشنهادهای سالم خودداری میکنند و شاید از آن سبب باشد که من بر نیتی وکیل شدنی دارند اما بدون موافقت با مقامات دولتی امکانیت نیست. از این خاطر از گفتن سخن حق خودداری میکنند. و دوم برای آنکه پیشگیری شود از ظاهرشوی شکل‌های گوناگون افراط و ظاهرشوی آن، نه تنها به قانون‌ها تغییرات‌ها وارد باید کنند یا مردم در روحی ترس و هراس نگاه دارند، یعنی از اصول رپرسیوی استفاده برند، بلکه موافق مقصد می بود که سطح و صفت زندگی شهروندان بهتر شود، شهروندان شغل معین داشته باشند تا که درآمد استواری تامین کننده شایسته زندگی آنها باشد، رقابت سالم، دسترسی به منابع اطلاعاتی و برنامه بیشتر پخش کردن برنامه‌های تحلیلی طریق به خصوص تلویزیون و رادیوی دولتی، اینها میتوانند که جلب قشرهای مختلف اجتماعی تاجیکستان رو به همکاری و برقرار کردن رابطه با قوه‌های اجتماعی هدف‌های افراطگرایی داشته باز دارند. اما وقتی که فقط از این خصوص گام میزنند و این بهانه محدود کردن جامعه شهروندی و تحکیم نهادهای دموکراتی میشود اما کارخانه‌های تولیداتی به وجود نمی آید و بیشتری مردم تاجیکستان وادار میشن که در خارج کشور زحمت کشند، عائله ها ناپوره و فرزندان محبت و احترام پدر و مادر و هدایت و راهنمایی آنها را احساس نمی کنند. البته با برابر اون
ایرادهایی که اشاره کردم از جمله باعث آن میگردد که اراده دایره های معین ضعیفتر شود و مایل همکاری با دایره های معین و از جمله افراطگرا شود. دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان در پارلمان ضمن معرفی طرح قانون عفو تاکید کرد جنایت های دارای خصوصیت تروریستی، ضد امنیت دولت، زندانیان یکعمری، آنهایی که برای تحقیر نماینده دولت و استفاده زورآوری نسبت آنها محکوم شده اند عفو نخواهند شد. اما چگونه در کشور دموکراتی به خاطر یک نفری که آن را مردم برای خدمت کرا کرده است و کارفرمایش مردم است او تحقیر یا انیقترش تنقید نسبت خودش را نمی بخشیده است؟ مردم سالاری و دموکرات چی می شود؟ البته طبق ماده اول سرقانون کشور تاجیکستان یک کشور دموکراتی است و اما این در عمل وجود ندارد. یعنی منظور من این است که واقعا خیلی که ما در چند سالهای گذشته شاهد بودیم با وجودی که در روی کاغذ نوشته شده در سرقانون هست که تاجیکستان گویا یک کشور دموکراتی است اما عملا هیچ عمل دموکراتی از جانب مقامات و حکومتداران صورت نمیگیرد. بخصوص مردم هم این رحمانوف را انتخاب نکرده است. رحمانوف خودش رو تعیین کرده است. هر وقت بخواهد کسی را عفو میکنند، هر کسی را بخواهند به خاطر گویا که او نماینده دولت را تحقیر کرده است، گویا پرزیدنت را تحقیر کرده است یا دادستان را تحقیر کرده است، به مدت های طولانی حبس میکنند، زندان میکنند. و ما هم این خیلی که شما در اینجا گفته طبق گفته یعنی دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان واقعا معلوم شد که آن کسایی که فعالیت های سیاسی و حقوقی داشتن اصلا آزاد نخواهند شد و اصلا در کشور یعنی تاجیکستان کشور دموکراتی و مردم سالار نیست که ما در اینجا بگوییم که مردم سالاری و دموکراتی چی می شود. بنابراین از اول مردم سالاری در تاجیکستان وجود نداشت و تا وقتی که این حکومت هست هیچ وقت ما عملهای دموکراتی را از این حکومت و از این مقامات شاهد نخواهیم بود. سال 2012 اگنتی ضد فساد در تاجیکستان گفته بود که هنگام تطبیق عفو همان سال بیش از 100 محبوس با استفاده از اسناد قلبکی بیماری سیل عفو شده و از محبس‌های تاجیکستان آزاد گشته‌اند. برخی از ساکنان میگویند این خوف هنوز هم هست ولی مقامات میگویند این جریان را جدی نظارت میکنند. همه عفویی که تو با این روز شاهد آن گشته بودیم در تاجیکستان همیشه با فساد رشوه‌ستانی همراه بودند و این یک چیز نوی نیست. حتی اونهایی که واقعا باید چی میشدن در سابق ما شاهد بسیار حالتا شاهد بودیم که حتی اونهایی که طبق قانون عفو باید عفو میشدند از خویشاوندان آنها برای عفوشان مبلغ ها را میستاندند و این روز هم من مطمئنم که بر نسبت آنهایی که عفو حتما باید جاری شود البته که از آنها مبلغ هایی را میستانند. این طبیعتی همین حاکمیتی که امروز جاری کرده اند اینها و همون شخصی اول همین نمیدوند و میفهمد که زیر دستانش از همه همین واسطه های پول کارکنی استفاده میکنند. خودتان تصور کنید که آخران عفوی که بود حقوق شناسی مشهور ما شورت قدرتوف باید عفو میشد لیکن از بخاطر با انگیزه سیاسی او را عفو نکردند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه اوت سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن حکومت گزارش داد که 12,000 محبوس افراد گمانبر به صادر کردن جنایت‌های مختلف آزاد شدند. اما طبق معلومات‌های رسیده
آن زمان از گمانبر تا زندانی همگی از 3 تا 5 هزار نفر مورد عفو قرار گرفته تا 1,500 نفر از زندان آزاد شده بودند.